السلام علیکم بینندگان عزیز. بزرگان میگویند که کلید همه مشکلی هاست صبر است و انسانی که صبر و قناعت کرده میتواند واقعا هم در حیات موفق می شود و سعادتمند خواهد شد. موضوع این برنامه امروزه ما صبر و قناعت و گرفتن پیش راهی دبدبه های بیهوده می باشد و به همین خاطر ما به استودیو امام مسجد جامع تاج محل داملا مجیب علی عطیف را دعوت نمودیم. السلام علیکم داملا، به استودیو خوش آمدید. در آغاز من تاکید کرده گذاشتم آیین موضوع صبر و قناعت و گرفتن پیش راهی دبدبه های بیهوده می باشد و عموما اسلام درباره صبر و قناعت چی نظر دارد؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم بینندگان عزیز. البته این موضوع بسیار موضوع خداخواه جالب است. البته انسان فکرش انشاءالله خداخواه دعوت کننده چیز است. البته در اسلام هم همه کارها همه چیزها با یگانه صبر اومده قرار میگیرد. حتی الله سبحانه و تعالی قرآن را میگه که استعیذ بالله ان الله مع الصابرین، خدا با همراهی صبر کنندگان است. امروز زمان شده است که به نهایت بی صبری، بی طاقتی، بسیار زمان که حیاتم با شدت رفته ساده گویا که همه عمل ها با شدت برفتگی فکرها نه، همه چیز انشاءالله خدا خواهد یعنی صبر دارد، انشاءالله طاقت دارد. حالا میگن بزرگان میگن که صبر یعنی تش طلا است، این بیجیز نیست خدا خواهد انشاءالله. البته شیخ سعدی میگن عقل ها را یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد. ما مشورت میتیم انشاءالله خدا خواهد. کسانی که از این مشورت اگر استفاده برن نور بالای نور، نبرن خودشون دشواری ها. البته این چیزا ما بسیارتر صبر بی‌طاقتی را امروز در بعضی عنعنه های انشاءالله خدا خواهد دینی هم میبینیم. این عنعنه های دینی امروز موسم های حج، من حج عمره الحمدلله خدا خواهد به تشبوس جناب عالی الحمدلله در ازبکستان زمین بسیار با درجه عالی گذاشته شد. الحمدلله اکثری مردم خدا خواهد ازبکستان زمین اکثرش البته هم خانه مبارکه زیارش نمشرف شد. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله خدا خواهد یعنی زیارش نمشرف شدن. با عوض این انشاءالله لیکن دبدبه ها، منمنی ها، خودنشانتی ها، ریا، عجب درجه بالا گرفت. نتیجه بی‌صبری نتیجه بی‌صبری. ما اینا در چی مشاهده میکنیم؟ اینا در حاجی ها در رفتی خدا خواهد انشاءالله حج، در آمد حج اینا در کوچه ها مشاهده میکنیم. موشنو به دیگه مسابقه یا که با شهری تاشکن اگیم که یک آدم باشه اگر 50 تا 100 تا آدم اشتراک کرده سادیم چی فایده دارد؟ من نتیجه بعضی ناخوشی ها من نزدیک خدا خواهد انشاءالله این واقع شد. اینا انشاءالله من همون برادر کتی هم صحبت کشیدم، زیارت کردم، لیکن یک چیز در دلشو حسرت است که با توفیل من سبب شد و همین واقع شد. این ابدی در دل میمونه. این تقدیر الهی الله سبحانه و تعالی همسه تقدیر کردگی، لیکن انسان در دلش این ارمان میموند که کاش هوا نمیرفتن همین حادثه نمیشد. همین حادثه را برای پیش گرفتن انشاءالله خدا خواهد باید ما یک ترتیب و انتظام تشکیل کنیم. یک ترتیب اینجا که چی در کار؟ من دیروز من خود مجلس رفتیم، باور میکنین در همین تماجنی میگه جای اسکایی وای آدم همین خیلی بسیار، حتی ما نیم ساعت از عقیب موندیم. ما با التماس کردیم با همون سلطنتا که التماس ما مجلس میریم با ما از پیش گذاشتن، هم خیلی بردگیندم نیم ساعت ها گوجا من همونجا پرسیدم که چی گپ است اینقدر آدم گم ها فلانچی ها حج رفته ساده است. ببینید چی در کار؟ انسان حج رفته یگان چیز زایتی نمیکند. تصور کنید شما یا خانه خدا انشاءالله خدا خواهد خانه خدا رفته زیارت میکنه، ثوابه نیکی و یا مثال رفتن یک فرض خود را اجرا میکنه، یک فرض خود اجرا کرده میگشته که چیز است نیکی و دبدبه من این ماشین هیا چی در کار کی الله دونشید. من شیار زمین تعریف نمیکنم، من شیار قریب 10-15 تا بچه ها حج رفته اومدن هلودا نمیدونش، اهلی محل نمیدونن که اونها حاجی شدن. من در این باره دوره حضرت عمر بیان میارم.
حضرت عمر یک جوان دیدن در کوچه که بسیار همین خودش پس گرفتگی، سرش خم، همین ذکر کرد. گفتن آدم گفتن این بسیار آدمی، گفتن چی است؟ شب خواب نمیرود، طاعت عبادت میکند. حضرت عمر دعوت کردن، 100 درصد زدن. ببین گفتن من ببین تو عبادت برای کی میکنی؟ الان ما عبادت میکنیم، ما هم شب تازه این چی این برمده در بین آدمو پکزوخه کرده. خدا گویا که تی بود. من دیگه سودم که حاجی اومد دردش تسبیح، در دستاش مثال چله ها و حکزو لباساش فخر کرده. گویا که ای تو کی هستی؟ تو کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کی میدوند؟ من قدرم بلند است، شما بلند است، قدر این برادر بلند است. اینا فقط بجز الله کسی نمیدوند. عبادت میکنیم برای الله که خدا خواهد انشاءالله. وقتی که ریا شد، خود نشانتی شد، این مردم گفتن میگیرن، این مردم گپ زدن میگیرد، این مردم چی هاد نمیگن. خوبی هم کنی گپت میزنن، بعدی هم کنی گپت میزنن. همین گپ همون گپ است. من چندین جوانو که صحبت کردم که میگه دامنو جان ما میریم، انمی دبدبه هاش پیش ما را داشته است. اومدن باید با گوسفند کش و ای که پای انداز که بلا و بدتر که حالا که همیشه ما داشته ما نرفته سودیم تصدیم. بین خدا خودش ایسه پرتویم، ایسه گم کنیم. گفی مرد در پیشی ما پیشی الله نقدر داشته باشه، این پیشی مردم قدرش هیچی نیست. این از خدای بیمانیه بینه. نه یک شاخ میبراری، نه یک دوم میبراری، چی میبراری؟ همچه یک فرض الهی را کردی، اومدی خدا خواهد انشاءالله. چی جای فخر دارد، چی جای خدا خواهد نشانتی دارد. بینید صدا افسوس که مردمی و همین خیلی دریاگان از سوخ بیرون این چیز نیست ایجاد ده. من مرگلان برین، خوخم برین، فرغانه برین، تاشکم برین، همه حج اومده سودین. با این درجه دهشت نیست، با این درجه وایما نیست. باور میکنه نمیدونه که همسایش نمیدونه. امروز ما خرجی که برای به حج گسیل کنی و از حج قبول کرده گرفتن میکنیم، به عوض هوای باز 2-3 نفر کمبغل رو به حج گسیل کنه میشود. همین قدر خرج میشه. مثلا برای به حج رفتن $1000 مبلغ مصرف شود، برای قبول کردن، پیشواز گرفتن یا فرستادن زیاده از این مصرف شده است. البته همین یک آدم کمبغل یک بیچاره که حج رفتن نمیتونه، مثال همه آدم یاردن که وای نور بالای نور میشه، الله راضی میشه. من یک موی سفید با بچهش سفر میبراین، خر دارن پیش، چون دورهای پیش ماشین نبودگی، همه چیز بخر با اسب و همین. بعد میگن که هرچم خر اسب سوار میشن، خر نو. بعد گیم که شیار سر کنیمش، بعد قزقیاق میآین. همین قزقیاق میان که آدمو میگن این بی عقله. این خر نقشه با دو کسشته یا تطفور عقل نمیشه، خری بیچانه رحم نمیکنی. میگن خب بچه‌ش که درام میفرد، بعد پیاده سری کنده میآین، سری کنده با آدمو یا گروه توپشتگی است. میگن این موی سفید بی عقله بین. او این بچه‌ش بیچاره یوشک پیاده رفته است، خودش در خسوش رفته است. هشت میگه بچه‌م روان میدن، میگه که بچه‌م اگه تو سور میشه من پیاده میروم، و بیچاره سور میشه این پیاده میروه. بعد آدم این بی عقله بی، این بچه یوشه بی پدرش پیاده رفته سوده، این در خط سوار شده. خیلی میگه که بچه‌م اکن دیوارون درماست، این هر دوم پیاده میریم، خر ایتال میکنیم، خر ایتال کم او بی عقله را بی، او خری تئوریست داده، هر چند پیاده توزده. استاد بچه‌م دیدی مردم همین خیر کسلت کدام حالت نباشه، کدام حالت سازمان میگم که حج آمد و هیچی نکرد، همین هم گم بزنم. ضیافت کنید هم گم میزنم. گم ضیافت نکنیم، چون که ریا میشوه، فخر میشوه. همین شیطانی ملعون هم ای چیش به درگاه خدا رانده شید، ای فخرش رانده شید، ای منمانیش، ای کیبرش رانده شید. من گفت خوب هستم، گفت پیش آدم ده بینید الله سبحانه و تعالی چیکارش کرد؟ از درگاهش راندش کرد. یک کلمه کردی انا خیر منه خلقتنی من نار، من این بهتر هستم که تو من از یعنی علاب آفریدی، اینا ای خاک، من این ده اطاعت نمیکنم. گفت خدا گفت که فخرج منا فانک رجیم فان علیک لعنتی الی یوم الدین. برای درگاه من برای گفت راندش دگی تا قیامت لعنتی من برت بود. ببینید اگر ما هم خیلی من کنیم چه فخر با وجود می آید. باور میکنیم بعضی هاش همون حاجی و فراد، هم یک حاجی فراد شنیدم،
حاجی فراد میکرد یعنی نبو گویا که اینو یک آسمون چکیدن همون در دایرشو یک بار بیگونه راه نمیدادیم همون حتی که شپره که بچهاش بودیم علایده خونه نوجه کن مهاجم ایت اصلا تست یک قطره منی با چی ها میکنی تو منی او از خودی که در او انمجه صرف میکنن 5 تا کم بغل حج میروه من دیدم در بالای بالکستان ماهیم از گوشت سمبوسه ششلیک او کی هستی تو این از خدا حرام است خدا میگه استیزم کلو و شرب و لا تسرفو ان الله لا یحب المسرفین بخوره بیا شما اسراف نکنه اسراف کردن خدا دوست نمیداره بجای خدا خواهد انشاءالله گفتیم کم بغل یک بیچاره که توی کردتیه یک کم بغل خونش آباد کردتیه یک ماشین کمر خرید خدا خواهد تقسیم کردته بجای دبدا کی می ندار اما خلا می ندار خلاص هیچ کس می ندار نمیشه باید که ما شما این چیزا نکنیم من در حتی که در یک کسیت دیدم باور میکنین خوشتومنش اومده از کلین سجده دارد پاشم مچک دارد وای کی است وای این افتریتیت فخر برای وای ریاکاری این شرکه ریا و شرک کن ریا کسی که نشون میده من حاجی هستم من فلان هستم من پلان هستم باید که من حاجیگان ناموس میکنم از همین رفتار و گفتاری همین مردم باور میکنن من ناموس میکنم من نگه من حاجی چی این معنی دارد همین است همین کار راست میگه حضرت موسی علیه السلام خداوند دعا کردیم پروردگارا من یک دعا میکنم همین دعای من قبول کن خیلی چی میکنی بگو من آدمای خفام گبز هستیم تهمتم دارن بهتانم دارن همین نکنن خدا میگه تبسم کرد گفت که ای گفت موسی من خدا هستم من تهمت میکنن من میگن که این بچه داره عیسی بچه شه و این فرشته دختر من تهمت میکنن تو چی جای خفه میشی تو هرگز خفه نشو من آفریدگار شو هستم من دنیا رو آفریدم شو همین خدمت شو میکنم من تهمت میکنن بینین چی در کار بین انشاءالله این دبدبه ها خدا خواهد پرته مکه برای عادی بیا عادی درا خوند خدا خواهد انشاءالله این همش بدعت حرام است این پایانداز اندازی و بطن قبول کنی و فلان و پیستان و یک محله سرسون و سرگردون و بینید حضرت امام اعظم رحمت الله علیه 51 مراتبه اش کرده گیا 51 مراتبه کس نمیدونستش بعدی وفات شد استاتیستیک حیاتشون زده گفتن 51 مراتبه حج کرده بود حضرت امام اعظم رحمت الله علیه یگان دبدبه نکرد یگان چیز نکرد نیکی امروز ما ای حد بسیار گذرانده شدیم ای حد زیاد خدا خواهد انشاءالله ای با بعد یک برفتن با حاجی چغار و هر یک اولادش با دعوتش میکنه فقط چی بیزده تو جمع کنی کرتش میداده لباسش میداده فلانش میداده ها من حاجی زیافت رو بسته زیافت هیچی نیست ای کار حالی که خدا میدونه که قبولشی نیست کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق کی میداند قدری کی بلند کیان عبادتش قبول شد کیا چیزش قبول شد ما ایروی بها دادن و فخر کتی نمیشه کاری که هیچ کس ندونه من نمازی پدر بچهش خونده نمیتونه روزه پدر مادر بچه داشته نمیتوند باید خودش کند هر کی کند با خود کند با دیگران چی سود کند نمیتونیم فقط ثوابش رسیدنش ممکن خدا خواهد انشاءالله خیر گیم که درباره یگان چیز کند گیم که کم بغل نتیاد قدم دعا کن صدقه جاریه کند یگان مثال آبرو رد یگان کند رستشون نیک عبادتی کس کرده نمیتوند ما در پیش آدمو به قدر باشه در پیش الله قدردار باشه من اوشیارند همین سالگی شدگی واقعا من حاجی کلانندم وقتی که ما تدبیر کردیم در اینجا رفتیم هر یک خانه دور مد من 6 کس رفت یادشم که رفته پدرش که رفتم پدر برادر رفتم پدر من 3-4 روز بعد چیکار میکنی داملو چی نمیکنه
پدر گفت که میگه تلفن کرده اگر یگان لطه میپرچه باش تایمانده از ماشین نمیفرون. گفت سبحان الله. دیم رفتم شوهرش برفتگی اپاش رفتم یک شنیم صحبت کنیم. گفتم من نزدیکی شوهر تو خدا خود می آید، خدا اون بارکش کند، هرچون الله به درگاهش قبول کند. نه که شما چی نتیجه میکنی؟ هیچی نمیکنم. گفت شما گپ نزنم من میدونم. گفت من چون که شوهر گفتگیه من برای خدا میرم، برای خدا میکنم، من برای آدما پکزد نکنم. هر 6 بار که رفتم هر 6 یک گپ است. گفتن میدونم جان شما چی که گوی خدا خواهد، ما پدر ما برای خدا فرستندیم، برای مردم نشانتی نی. البته درست تاکید کردید دوملا. امیدواریم که تماشابینان از این گفته های شما خلاصه های ضروری برآوردن و من بعد به همین گفته ها عمل میکنند، زیرا هر یک سخن شما این امروز ضرور است. مردم به چنین پند و اندرز نیاز دارند واقعا هم و میگویند که مکافات صبر به آخر است و به قدری بعضی ها از به صبری آنها میگویند در وفیت. در این باره چی میگویی؟ خب پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره صبر چندین حدیث ها گفتگی هستند ان شاء الله خدا خواهد. العجله من الشیطان یعنی بی‌سرانجامی از شیطان است. التأمین من رحمان آرامی خاموشی یعنی با صبری از الله سبحانه و تعالی است. خاتمی اسلامی گفتگی شخص رحمهم الله میگن العجله من الشیطان الا 5 مواضع. بی‌سرانجامی از شیطانش مگرم فقط 5 موضع درست است. فانها من سنت، این از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گوجان ما بی‌سرانجامیش نمی‌کنه بغیر از 5 تا چیز دیگر چیز بی‌سرانجامی راه نمی‌تید. یکم وقتی که مهمان بیاید و این تیز نپرسیده ضیافت دادن. یکی دیگه وقتی که انسان وفات میکند تیز و به خاک سپاریدن هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید ولی ما شما بعد میشین که یا روز 2 روز مرده رو میدارن. ها بچهش در رسی ای و بچهش بیا و بچهش تو روز ناومد اكو اومده و جان تنی به جان چیکارش میکنه؟ برای چی اسلام را تیز سپاریدن؟ چون که انسان هر حالت میگردد، رنگ دیگر میشود، نمود دیگر شدنش ممکن. چون که دوره رسول الله صلی الله علیه و آدم ها هر خیلی صورت نگشتگی هستند. این مقصد این بی نقصان به یگان چیز و تیز به خاک سپاریدن است. سنت رسول الله صلی الله علیه و ندارن. هیچ کس حق نیست شب شود. شب و روز گور کردن این میت ثواب است. چه شب میشه چه همش برابر است. حضرت فاطمه مادرمو مرد شب گورش کرد حضرت علی. این هیچ یگان جایی وی ندارد. تیز سپاریدن. سوم دختری که به بلاغت میرسد تیز و به شوهر دادن. اگر خشن مناسب باشه با مناسب نباشه در کار نه. خدا خواهد ان شاء الله. مقصد چون که دخترم نازک چیز است، یک گلی خدا خواهد نازک است. برای اینم تیز یعنی به شوهر سپاریدنش وقتی به بلاغت میرسد. چهارم وقتی که انسان قرض میگیرد و قرض که یافت دادنش هم خدا خواهد سنت است تیز با تیزی. امروز تمام مردم گریسته است. باور میکنه یک روز درباره قرض خدا خواهد صحبت کردن در کار. چون که تمام من بعضی بالنیوایی رو میدونم دفتر رو تخت کردم نگی است کردت میبینیش این چیه مگزین چیه میگه دوملا جان قرض 5 دفتر 4 دفتر همه چیز قرض عاقبت بیزید میشه. یعنی در برگردانیدن قرض هم به صبری اجازه داده میشه. تیز میگردم یافتی اول میگه قرض بده. من از مایتم مرد اگر یکم پولش چی نصرف میکنی قرضش نصرف میکنی. یکم قرضش تو میگی که کی قرض است کفن شنده ان شاء الله گور چش نصرف کرده میشه. بعد دیگه میراثش تقسیم دیگر کرده میشه. پنجمش وقتی که میگه آدم گناه کی کرد میگه در عقبش توبه کند. یعنی پوستن نبستد ولی وقتی است ولی من سر میکنم بعد سر نه همین گناه کی سودی کی کرد در استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله در توبه کرده میگه بس همین 5 تا چیز نه سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر یگان بی‌سرانجامی شدن در کار نیست. چون که شیطان که بی‌سرانجامی باشد ما باید که طرفی انشاءالله رحمانه گرفته داریم آرام داریم خدا خواهد انشاءالله. یعنی بچی با صبر باشیم با طاقت باشیم. چی من در زندگی هم من نه آدم روزگار آیله میگیری گیم که مثلا خانه خوب نیست گلیمی خوب نیست گیم که نانی گاه نمیابیم
همین چیکار میکنیم؟ زنک میگیم زنک جانک صبر میکنیم. خدا خواهد سکه من آلیگ میگیریم کار میکنیم، سکه گله میخریم، سکه فقیر میخریم، سکه دیگر. اگر صبر نکنی حیات ویرون میشه. البته همه چیز نگفتم که همه چیز نه با صبر و با طاقت باشیم خدا خواهد انشالله درجه عالی نمیرسیم. نیکی بی صبری چی؟ و میگن که دختری بی سلام جان با شوهر نمیرسد. حالا بازم چیکار کردیم؟ بچه‌ها خود نخونده هستیم. همین هفتم هشتم شید داره کسا بندش کردیم دختره که کلاش ویروم داریم یا دختره که داره تا شو داد یا که دختری وای شو میمونه یا که بچه وای بیزن میمونه. دست همه حالت بار میکنی به سلام جونی. همین حیات هم نظر میکنی همین یک جوره بشین نه وقت نیست و یک صحبت نه وقت نیست ها اکو توبه کردم پول خدا خواهد که $10,000 آورده با به صبره به سر رفتن نکن بلیط گرفتگی و بیا یک خدا خواهد آدمگری دیگه بینه یک پیش یک پیش اولادات یک سالک بشی مثل خدا خواهد یا توی نگیم که مثل من اکنوم که صبر کرده خدا خواهد انشالله و یک داماد از یک سالک بشینن یک فرزندکاشو به دنیا بیاید ای بویا دیگر سیر شود نی همه چیز من نمیدونم کجا میره این نمیدونم قیامت نزدیکیش هست که چی که همه بی سلام جون بی صبر نشه. باید که ما مسلمان ها البته با صبر باشیم با طاقت باشیم در همه حالت خدا خواهد انشاءالله. واقعا هم بلندی قدر انسان از صبر و قناعتمندی و فروتنی او می باشد. انسانی که صبر و قناعت کرده می تواند واقعا هم در حیات سعادتمند خواهد شد و دبدبه های بیهوده البته ما را به ورطه هلاکت میبرند و ما باید پیش راه آن را گرفتنمان شرط و ضرور است. و باز اهل ذکر میگویند که بدبختترین ثروتمند آن است که در اطراف دسترخوان او ثروتمندان می نشینند. البته همین چیزها رو ما خلاصه کردنمان لازم است بینندگان عزیز و به گفته های دوملا البته عمل نماییم. نوران الان نور می شود و سعادتمندی همیشه ما و شما را یار خواهد شد. برنامه های تلویزیون سوخت دوام دارد، ما را ترک نکنید.